ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. یعنی بیا منطقی فکر کنیم، تعصبی نباشیم. خب ببین بمبامبینی گوزینی 90% مواقع بمباردیر و کروکودیلو رو شکست میده. خب آره موافقم، چون بالاخره پرنده است دیگه، تو آسمون تجربهش بیشتره. درسته. مگر اینکه فاکتور بگیریم حرف تو درست در بیاد، تو دریا بجنگن. آره، تو آره، دریا آره. بجنگن، بمباردیر و کروکودیلو میتونه درخواست نیروی کمکی بکنه و چیز بیاد کمکش. اسمش چی بود؟ ترالالرو ترالالا. درست تلفظ کن. اون خیلی اوپی خدایی، خیلی اوپیه. دوتا با هم تیم اپ بشن اصلا حتی تونگ 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 سحور هم نمیتونه